سلام، من امروز با یه ویدیو جدید و جالب دیگه اومدم بعد از مدت. اگه میخواین که فقط با لمس کردن حسگر اثر انگشت گوشی سامسونگتون بتونید کنترل پنل گوشی سامسونگتون رو به پایین بکشید و بازش کنید، تا آخر این ویدیو با من همراه باشید. خب برای این کار وقتی که وارد تنظیمات میشیم به بخش ادوانس فیچر میریم و بعد وارد بخش 4 میشیم و اینجا وارد بخش آخر میشیم و این کلیک رو فعال میکنیم. اون وقت میتونیم موقعی که انگشتمون رو روی حسگر اثر انگشت به پایین میکشیم پنل هم همراه انگشتمون به پایین میاد. ممنون که تا آخر ویدیو با من همراه بودید. خدا نگهدار.